خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. داخل این ویدیو قراره بریم ولاگ کوه بگیریم براتون. پس با ما همراه باشید. اول نگاه کنید اونجا رو. یه 4-5 کیلومتر میخوام راه بریم تا برسیم یه جای خیلی خیلی خوبی سراغ دارم. و همه عشق کنن هم شما عشق کنین. تازه کنار روستا فاصله گرفتیم و همین الان از روستا اومدیم بیرون و الان اینجا هستیم. پس بزن بریم. لیتس گو. آقا ما چند کیلومتری راه اومدیم، الان خیلی خستمونه، اومدیم تکیه دادیم به درخت که استراحت کنیم. تو چقدر خستته؟ خیلی. مثلا چقدر؟ 50%. 50% همش این همه راه اومدیم داشتی کاکا گشنمه، کاکا تشنمه. متاسفانه ما یهویی شد، اصلا می‌خواستیم فقط بیایم اینجا بگردیم و سری برگردیم خونه. گفتیم آقا بریم بچه‌ها یه ولاگ هم بگیریم، درسته؟ خیلی راه اومدیم. آره گفتیم ولاگ هم بگیریم و گفتیم باش. نظر داداش ما هم بود دیگه. آقا گفتیم حداقل بریم اون جایی که قبلا میرفتیم. ما والا زمستون، الان زمستونه، خب ما والا زمستونا نمی اومدیم، ما فقط مثلا تابستون، بهار، درخت شکوفه زده همون موقع می اومدیم. الان یه هویی شد و اصلا درخت‌ها الان شاخه‌هاش خالی خالیه. آره ولی نشونتون میدم، خب اما بهتون یه قولی هم میدم. قول میدم که بین بهار و تابستان آره میام اینجا یه ولاگ دیگه میگیرم اونجا. وای یه ولاگی بشه، صبر بدین، فقط منتظر باشین بهار یا تابستان. اوکیه؟ داداش من میارم. آره یه ولاگ خیلی خوبی میگیریم و درخت‌ها هم خیلی قشنگن. آره یه باغی الان که داریم میرین خیلی بزرگه. اگر بشه بهار و تابستان ما بیایم اینجا که به خاطر شما میایم، حتما یه ولاگ میگیریم، منتظر ولاگش باشید. خب آقا ما اینجا که استراحت کردیم و حرفامون زدیم، پس یکم انرژی هم گرفتیم و بریم اینجا. باید بریم نگاه این درخت خوش شده کلی هست، باید بریم اینجا دیگه. فکر کنم خیلی نمونده، یه ربع ساعت دیگه راه هست و بریم ادامه مسیر. لیتس گو. خب آقا رسیدیم به اینجا، اما نمیدونم این واسه چی قد سنگ گذاشتن این دور برای اینجا. اگه شما میدونید داخل کامنت ها بگید. اصلا نمیدونم واسه چی. آقا مگه چش بوده اینجا که اینجا تقسیم کردن با هم دیگه؟ نمیدونم والا. هر حدسی دارین داخل کامنت ها بزنین، شاید درست بود ما هم فهمیدیم. آره بریم ادامه مسیر. لیتس گو. خب آقا ما رسیدیم و قبل از اینکه نشونتون بدم حتما کانال رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید. بچه‌ها بریم. فقط امیدوارم تا الان که صاحب نداشته این واقعه. ما هر موقع اومدیم صاحب نداشته. فقط امیدوارم که آره فقط امیدوارم که صاحبش پیداش نشه. آره وگرنه اگر پیداش بشه دیگه علی بی علی. اگر دیدی ویدیو انتشار شد بدون که آقا ما زنده ایم و صاحب نداشته. اگر انتشار نشد دیگه ما مردیم. آره بریم داخل.
واقعا با این که الان درختاش خشکه ها، خب ولی واقعا ها سکوت، همش نگاه ساکت اینجا هست. وای خیلی خوبه اینجا، یعنی ببین حاضرم خونهمون نباشم و اینجا راحت بخوابم. خیلی ساکت و دلنشینه، مخصوصا شما که ندیدید اینجا تابستوناش، ولی خیلی دلنشینه خداییش. اگه این باغ مال ما بود، وای اگه مال ما بود من خونه نمیرفتم، همش اینجا میخوابیدم. اما نمیدونم واقعا مال کیه و اینا، ولی در کل خیلی دمش گرم که درخت رو کاشته اینجا و خیلی جای خوبیه. بریم ادامه ویدیو، لیتس گو. آقا اینجا یه پرنده هم دیدیم، خط پرواز نکنه که وای خیلی قشنگه پرنده. دلم وای پرواز کرد. آره کاش میتونستم بگیرمش. رفت؟ نه هنو هستش. اینا خیلی قشنگه اما اسمش نمیدونم چیه. خب نه بلبل خرمایی نیست، خیلی نه بلبل خرمایی نیست، نمیدونم چی بود، خیلی قشنگ بود. خب آقا ما رسیدیم به این خونه، اما سوال اینه که اصلا این خونه این پارسال اینجا نبود. آره درش هم قفله و خیلی سواله، فکر کنم اینجا صاحب پیدا کرد. آره اینجا هم صاحب پیدا کرد و نگیرنمون صلوات. آره این خونه و اما ما که اومدیم آره اما ما که اومدیم جلوتر درختاش مثل که خوش شده، درخت اناراش خوش شده. آره درخت اناراش خوش شده و همین دیگه. اون برم که همین الان بودیم، اون برم که بودیم اون جلوتر و این خونه رو دیدیم. آره این که همینجور افتیده اینجا و بعد وقت خسته شه. ما هم یادمون رفته که آب بیاریم و اینجا هم اصلا نه آبیه نه غذاییه، خشکه. آره خشکه و این هم اینجا افتیده و تشنه شه. بریم از داداش هم سوال کنیم که نظرش راجع به این باغ چی بود. نظرت چیه؟ خوب بود ولی خیلی خشک بود، ولی تابستون بیان خیلی بهتره. ولی اون حسی که پا میگوشت رو برگای صدایی میداد خیلی حس خوبی بود. آره خیلی واقعا. ولی بچه‌ها گرفتم، میدونم گرفتم اما خیلی خشکه. آره خیلی خشکه الان، چون آقا طبیعی هست. تابستون میگن زمستون میگن تابستونه، با چی من هی خدا زمستونه و اصلا هم یعنی کیف داد آقا. یعنی اگر چه زمستون باشه چه تابستون باشه چه بهار باشه اصلا هر چی کیف میده، درسته؟ بله. اما مثل اون تابستون اصلا وای خیلی خوبه. حتما منتظر ولاگ تابستون اینجا. آقا ما رسیدیم به آخر این باغ و دیگه همش همینه. آره همش همین درخت خشک و گفتم دیگه براتون فیلم نگیرم بهتره. میبینید دیگه آخره باغ اونجا خیلی نمونده، در حد 5 متر 6 متر دیگه تمومه. خب آقا مرسی که ویدیو رو نگاه کردید. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید و اون زنگوله هم بزنید که ویدیو بعدی که گذاشتم حتما سریعتر مطلع بشید. تا ویدیوی بعدی فعلا.